کسایی که شروع به مراقبه میکنن بعضی وقتا 2 ماه 3 ماه 6 ماه اول میگه بابا اصلا زندگی نمیتونم بکنم، من همش خوابم. من این تجربه رو داشتم، الان نه، خیلی سال پیش. یه مقطعی میگن به خواب افتاده و این اتفاق خوبیه. این خوابا کوتاهن، چند دقیقه است، یه چند لحظه آدم انگار منگ میره و برمیگرده، 2-3 دقیقه است، ولی هی شارژ میشه. این باتری ها رو دیدین، باتری موبایل میاد پایین بعد به برق میزنی شارژ میشه میره بالا. تو اون وضعیت ها بعد از 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال دشارژ انسان مثل باتریه، این باتری میاد پایین، مرگ اتفاق میفته. همونجوری میاد پایین بالا نمیره. ولی به این شکل شما باتری رو میزنین به شارژ، فرصتی میدین که این شارژ بشه. تو در طول زندگی روزمره آدم‌های عادی داره دشارژ میشه دیگه. 30 سالشه 30 سال داره دشارژ میشه، 40 سالشه 40 سال داره دشارژ میشه، 70 سالشه 70 سال داره دشارژ میشه. این وضعیت‌ها وضعیت‌هایی که شما شارژ میکنین. اگر به خواب رفتین، خواب خوبیه.